طبق آمارانه می‌شود که به اصطلاح خشن هر نوع برخوردی ما داشته باشیم اثرات مثبتی رو در این رابطه نخواهیم داشت. بخشی از برخوردها هم خواهیم دید که اصولاً اصلا موضوعیت نداره و شاید با سوءنیت هم اتفاقاتی بیفته این به حساب نظام گذاشته بشه. برای همین بنده بلافاصله مسئله امنیت اجتماعی و این گشت‌ها را جمع کنم. بنده یه بحثی کردم تا همین چیزای انتخاباتی هم گفتم، یه در هر روش در هر زمینه ما افراط داشته باشیم دنبالش تفریط داریم.